FM. Questa zona zoro-astriana dove seppellivano i morti, come vedi tu il proseguimento del viaggio? Lo vedo con tanti vivi, vivi vivaci. So, capito, ragazzi. گل باغم تو کردی زخم داغم تو کردی گل باغم تو کردی بخم داغم تو کردی به درد شدوری گرفتارم تو کردی به درد شدوری گرفتارم تو کردی دلم میگه سفر کن از عشق اون خزر کن دلم میگه سفر کن از عشق اون خزر کن تو این جیکچی که نسون برو فکر خطر کن تو این جیکچی که نسون برو فکر خطر کن دیگه یاری نمیخوام گلو گلدون قشنگه دیگه خاری نمیخوام حالا زده مهره تو این دل هزار خاطر ساخته هزارون درد و مشکل دلم میخواد بر بگیره زد و سه آزاد بشه عمر تنها بوده وقتش تو مات بشه وای دلم وای 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 دلم وای 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 دلم وای دلم وقت من سر رسیده طلسم من وا شده اونی که گم کرده بودم حالا دیگه پیدا شده وای دلم وای 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 دلم وای 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 دلم وای دلم بذار کنارت بشینم تو رو تو آغوش بگیرم تو از اون باغ لبان گل بوسه بچینم گل بوسه بچینم تو این زندگی رو با تو میخوام نه با هیچ کس دیگه میخوام کنارت بمونم تنهایی بس دیگه مثل تو پیدا نمیشه خودتم خوب میدونی تنها کسی هستی که تو همیشه با من میمونی
اینو خودت خوب میدونی، تو رو به دنیا نمیدم. اومدی تو زندگیم یک دفعه عاشقت شدم. همیشه منتظر بودم تا تو رو پیدا بکنم. تو اومدی آخرش فقط شدی مال خدا. زندگی رو با تو میخوام، نه با هیچ کس دیگه. میخوام کنارت بمونم، تنهایی بس دیگه. مثل تو پیدا نمیشه، خودتم خوب میدونی. تنها کسی هستی که تو همیشه با من میمونی. delle colonne di Apadana. Qui vedete uno di quei buchi che partivano dal tetto, no? دلت منو میخواد، بگو که به پای من میمونی. تموم دنیای منی، من دوست دارم میدونی. زندگی رو با تو میخوام، نه با هیچ کس دیگه. میخوام کنارت بمونم، تنهایی بس دیگه. مثل تو پیدا نمیشه، خودتم خوب میدونی. تنها کسی هستی که تو همیشه با من میمونی. زندگی رو با خودتم خوب میدونی. میخوام با هیچ کس دیگه من میمونی. من میمونی. من میمونی. تو رو به دست آوردم و به آرزوهام رسیدم. تو همونی هستی که عاشق خنده‌هاش شدم. یه حرفی توی قلبمه، فقط میخوام به تو بگم که زندگیم توی، من به تو وابسته شدم. زندگی رو با تو میخوام، میخوام کنارت بمونم، تنهایی بس دیگه. مثل تو پیدا نمیشه، خودتم خوب میدونی. تنها کسی هستی که تو همیشه با من میمونی. زندگی رو با تو میخوام، نه با هیچ کس دیگه. میخوام کنارت بمونم، تنهایی بس دیگه. مثل تو پیدا نمیشه، خودتم خوب میدونی. تنها کسی هستی که تو همیشه با من میمونی. Siamo capitati nel bel pieno di una manifestazione politica. È una manifestazione contro gli americani e gli inglesi per la presa dell'ambasciata americana nel 1980, 4 luglio, 4 novembre. Abbastanza noto, no? Che ricorre da 36. نشستی رو بروم، منو دیوانه میکنی. گوشه کنار قلبمو پر از نشونه میکنی. میخوای که عاشقم کنی، داری منو راضی میکنی. بازم داری با حس من یه جورایی بازی میکنی. تو مال من میشی، منو میکشی با این کارات. این دل بیچاره شده دیوانه ی رفتارات. تو مال من میشی، آره همه اینو میدونم. نباشی میمیرم.
آیا این فاصله رو کمتر و کمتر میکنی؟ با خنده های زیر لب به من اشاره میکنی، با این کارات قلب منو تیکه و پاره میکنی. تو مال من میشی، منو میکشی با این کارات، این دل بیچاره شده دیوانه ی رفتارات. تو مال من میشی، آره همه اینو می Tutte le case hanno la scritta Scene di vita quotidiana. attesta la registrazione sul patrimonio nazionale iraniano, e questi due minareti che vedete a destra sono quelli dell'orologio detti, perché anche perché c'è un grande orologio. Assassinato a Karbala. Ancora oggi. Che cos'è quel coso lì? Una struttura di legno. Ora quando ci avvicineremo vedete che ci sono anche preghiera un po' dappertutto in Iran dove ci sono questi, sperando di pregare sulla tomba del figlio. Ho visto molte volte qui gente che piangeva in maniera proprio... نباشی میمیرم دیگه چیزی نمیمونه از من. بارات من چی تو مال من میشی، منو میکشی با این کارات، این دل بیچاره شده دیوانه ی رفتارات. تو مال من میشی، آره همه اینو میدونم، نباشی میمیرم دیگه چیزی نمیمونه از من. La prigione di Alessandro, fatta costruire da lui e ricostruita. چه گلی با بهار خر نکن، بابا همه میدونن تو خوشگلی، رو تو اون غر نکن. خونچه گلی با بهار خر نکن، آره همه میدونن تو خوشگلی، رو تو اون غر نکن، ناز بیشتر نکن. میونه بازوانت نگهم دار
زده رنگین کمون افق چه بازه. بیا با هم باشیم بسته جدایی، دیگه عید اومد وقتشه بیایی. بیا با هم باشیم. Anche lì si tratta di versetti del Corano. Tra l'altro ci sono ai lati anche il mimbar, vale. بست جدایی دیگه عید اومد وقتشه بیایی. دوتا گل خوشگل از گل خونه برداشتم، بردم توی باغچه کنار هم کاشتم. یکی برای تو که یار من باشی، یکی برای من. Magari dopo lo tiriamo più perché c'era davanti all'entrata sulla destra quel piccolo bracciere. Ha un significato? Sì. Lo dico allora. Lui lo chiedeva Aldo, non so se gli altri hanno fatto caso. Allora, Il ponte delle 33 Arcate. بیا بیا ای دل سال دوباره نو شد، سرما و یخ رفت و دشتا پر از گل شد. بیا که دل باشه دوری آخه تا کی، از شبنم اشکام گونه ها نمناکه. قنچه گلی با بهار قهر نکن بابا، همه میدونن تو خوشگلی. با صدای عاشقانه که به دنبال تو هستم با یه شوق کودکانه. تو به خلوت شب من مثل چرچراغ میمونی، به تو رایه های تن من چیزی نور جوونی. الهی 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 من بمیرم که شاید بیایی دستاتو بگیرم. زنی دست تو بوده توی تاریکی شب و قندم این دل تنها. همیشه اسم تو بوده بهترین حرف رو لبام، بهترین حرف رو لبام. نمیدونم تو خوشگلی رو تو اون بر نکن، ناز بیشتر نکن. از اون خنده لبات بوسه شیرین به لبم کن. بهار داره میاد نسیم تازه، به رو بنفشه ها پنجره بازه. هم آفتاب و هم نم نم بارون، زده رنگین کمون افق چه بازه. بیا با هم باشیم بسته جدایی، دیگه عید اومد وقتشه بیایی. بیا با هم باشیم بسته جدایی، دیگه عید اومد وقتشه بیایی. Tu un po' di fiatone però. E C'è tutto azzurro e lungo perché mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri. تابشمند یا خوبشمند بخواهی آقایی که جهت دلش
در جلوی اتاق قرار میدادن. در واقع هر چیزی که جلوی آمدن نور آفتاب رو میگرفته میگفتن L'importante è mettere la macchina fotografica perpendicolare sull'acqua e fare la foto. Del periodo Kazakh. Sì, va bene. Certamente, perché c'erano bisogno di partecipare alle cerimonie. Le persone che colpiamo per le cerimonie dell'Ashura. Tu non le volevi comprare le pietre? Io? O le hai prese? Ne ho prese due. Vabbè. Stai filmando? Dimmi, dimmi. Questa è la moschea che sta nel paese di Khomeini. Oh, qualcuno di fianco, se vi girate contro di noi, chi è questa? Chi è questa? Mi volete dare una vostra impressione su come siete? Non scherzare. No, no, io non sto scherzando. C'è il signore qua. Ha detto di venire dove c'è una migliore. البته بیشتر توضیح شما دادیم که من حرف خاصی ندارم ولی که هر سوالی باشه بدون هیچ خطی در مورد هر بحث یا هر سوال رو من Allora, anche lui la conversazione dice, vabbè, le spiegazioni grosso modo che abbiamo avute, soltanto se avete qualsiasi tipo di domanda senza porsi linee rosse, lui è pronto a rispondere. In modo che se lo possano infilare senza avere questi problemi. Ringraziano, sì, dice torna la prossima volta, dice ringrazia per essere venuti.
بفرمایید.